شاید تا هم نتونی این مسئله رو حل کنی. آخر ویدیو جوابشو ببین. برای حلش یه جمله طلایی وجود داره. مجموع زاویه‌های داخلی مثلث 180 درجه است. اینجا علامت سوال خواسته. این و این زاویه‌های داخلی مثلث هستن. اگر 50 رو با 60 جمع بکنیم و 180 کم بکنیم میشه 70. یعنی علامت سوالمون برابر با 70. اما این مسئله زاویه‌های داخلی رو پیدا بکن. یکی 90 درجه، یکی علامت سوال، اون یکی داده نشد. اگر کل زاویه رو در نظر بگیریم 180 درجه که 120 رو ازش کم بکنیم میشه 60 درجه. پس زاویه داخلیمون 60 درجه است. اگر 90 و 60 رو با هم دیگه جمع کنیم و از 180 کم بکنیم برابر 30 میشه.